یک قطار شهروندان جمهوری تاجیکستان که عین زمان در شهر استانبول ترکیه قرار داریم میبایست سنه 20 مارس توسط خط سیر استانبول دوشنبه برگردیم به وطن. متاسفانه طریق آن دستور قرارداد جمهوری تاجیکستان که آیدی بر قطع نمودن تمام خط سیرهای بین المللی برآمد و سنه 20 مارس ما موافقه کرد و بنابراین ما مجبور شدیم که از ایرپورت استانبول برگردانیده شدیم و نتوانستیم که به خط سیر خود به دوشنبه پرواز کنیم. دیگر مسئله آن است که در اینجا دو خط سیر موجود است، خط سیر ترکیش ایرلاین و خط سیر سامان ایرلاین. متاسفانه سامان ایرلاین تمام مسافران خویش را دینه با دیگر پرواز گیران رفتن، با چارتر ریز گرفته رفتن، اما ما باشیم هنوز در اینجا قرار داریم. مسئله اینجا که عین زمان پرابلمی که موجود است آن است که در مهمانخانه که ما حضور داریم کرانتین نیز اعلام کردند. آن شرایطی که ما عین زمان روی به آن آوردیم این عموما به هیچ وجه موافقت نمیکنه، چون که هم ایرپورت به نزدیکی محکم می شود، هم ما از اینجا از جایی که قرار داریم می توانیم به بیرون رانده شویم. متاسفانه از طرف نه حکومت جمهوری تاجیکستان نه از طرف دیگر مقامات قرارداد یک خلاصه مهمی آمده نایستاده است. چرا صرف سامان ایرلاین مسافران برگردانیده شدند و ترکیش ایرلاین شخصانی که توسط ترکیش ایرلاین چی خریدن هنوز همینجا قرار دارند. اگر ایرپورت ترکیه به نزدیکی محکم شود ما عموما امکانیتی برگشتن رو نداریم. و چی میشد به حالت ما؟ باید این چیز رو مقامات دستدار همراهی جمهوری تاجیکستان سردار رئیس جمهوری تاجیکستان باید این درد ما را شنوند و تا قدر امکان حل نمایند.